اگه بهت میگن چهره مهم نیست، زیبایی مهم نیست، اخلاق مهمه، این ویدیو مخصوص توه. ببینیم با هم. 34 نفر اتاق انتظار نشسته بودن که نوبتشون برسه برن معاینه بشن. این رفیقمون همراه کردیم با این دختر خانم خیلی زیبا. اینا رفتن تو اینا که حالا با هم زن و شوهرن، دوست هر چی هستن با هم. یه پرسشنامه پخش کردیم که آقا این به نظر شما این آقا چیکار است. دوباره فردام رفتیم. همین رفیق خودمون رو با یه دختر خانم دیگه همراه کردیم که خیلی مثلا یا معمولی بود قیافش. همین اتاق انتظار، همین پزشک فقط این 34 تا عوض شده بودن که نوبتشون برسه. دوباره پرسشنامه پخش کردیم که به نظر شما این آقا چیکار است. همین رفیق خودمون رو. شب اول گفتم، روز اول گفتم دکتر است و مهندس است و این حرفا رو دو گفتم پیک موتوری و اینا. همین رفیق خودمون. بسیار خنده‌دار ولی اسف انگیز. خیلی مواظب باشین. این آزمایش نشون میده که چهره نه تنها روی خودمون تاثیرگذاره، روی اطرافیانمون هم تاثیرگذاره. حالا روی صحبتم با شما زوج جوونیه که با هم دیگه ازدواج کردید. حداقل اگه برای خودت ارزش قائل نیستی، برای همسرت ارزش قائل باش. یکم به خودت برس. حالا چطوری؟ نمیگم برو بوتاکس و فیلر و اینا بزن، کلی آسیب به خودت بزنی. کافیه که مشاوره بشی. بهت کمک میکنم یه پوست شفاف و شاداب و جوون داشته باشی. برای دریافت مشاوره یا مستقیم بیا واتساپ یا عدد 2 رو همین زیر کامنت کن.